پیشنهاد نماینده پیشین ویژه امریکا و طالبان: از تاریخ بیاموزید و اشتباهات گذشته را تکرار نکنید. دیدار مقام‌های روس و تاجیک در مورد وضعیت امنیتی افغانستان. روسیه و تاجیکستان بر مبارزه مشترک با تروریسم در افغانستان تاکید کردند. تلاش پاکستان برای جمع‌آوری اطلاعات تمام مهاجرین افغان ساکن در این کشور. پاکستان برای جمع‌آوری معلومات پناهجویان افغان را ثبت نام می‌کند. و ژاپن با شکست دادن آلمان دومین تیم شگفتی ساز در جام جهانی 2022 شد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین امریکا در امور افغانستان، میگوید که طالبان باید تاریخ افغانستان را مطالعه کرده و از آن بیاموزند و اشتباهات گذشته را تکرار نکنند. او در گفتگو با رسانه TRT ترکیه گفته است که به نظر او طالبان مرتکب اشتباهات جدی میشوند و برخی از آنان در حال انجام اشتباهاتند که در 40 سال گذشته در افغانستان رخ داده است. خلیلزاد تصریح کرده که حکومت طالبان بدون صلاحیت و مشروعیت است و این گروه باید روند مشورتی را شروع و روی یک فرمول توافق کند. او اضافه کرده است که حزب کمونیست نیز به عنوان یک گروه در سال 1978 وقت قدرت را به دست گرفت علیه سایر گروه‌ها اقدام کرد و این منجر به جنگ داخلی شد. خلیلزاد خاطر نشان کرده است که مطابق توافقنامه دوحه که خود او امضا کرده، باید حکومت جدید در افغانستان بر اساس مذاکرات بین افغان‌ها تشکیل می‌شد. او همچنین تاکید کرده که طالبان باید روند گفتگو برای تشکیل دولت را آغاز کنند که از مردم مشروعیت بگیرد. او با اشاره به محرومیت دختران از آموزش در افغانستان گفته است که در این مورد اعضای طالبان با یکدیگر اختلاف دارند. امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، و سرگی نارشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه در مورد افغانستان گفتگو کردند. در بیانیه ریاست جمهوری تاجیکستان آمده است که در این گفتگو مشکل افغانستان در مرکز توجه قرار داشت و طرفین بر گسترش همکاری برای مبارزه مشترک با تروریسم تاکید کردند. سرگی نارشکین به خبرنگاران گفت طیف گسترده‌ای از همکاری‌های دوجانبه بین روسیه و تاجیکستان و همکاری در رابطه با وضعیت افغانستان و اطراف آن را مورد بحث قرار دادیم. آقای نارشکین تاکید کرده با توجه به شرایط جاری لازم است تا برای تامین امنیت منطقه و امنیت ملی کشورهایمان تلاش‌های بیشتر انجام دهیم. روسیه و تاجیکستان از زمان حاکمیت طالبان مورد حملات داعش قرار گرفتند. داعش چندین بار از خاک افغانستان به تاجیکستان حمله راکتی انجام داده است. تاجیکستان میگوید تروریست‌ها همچنان در مرزهای افغانستان حضور دارند و امنیت منطقه را تهدید می‌کنند. داعش همچنین در ماه‌های گذشته به سفارت روسیه در کابل حمله کرد که منجر به کشته شدن 2 دیپلمات ارشد مسکو شد. پس از آن روسیه خدمات کنسولی خود در افغانستان را به تعلیق درآورد. روسیه و تاجیکستان توافق کردند تا برای جلوگیری از تهدیدات تروریستی در سال 2013 در نزدیکی مرز افغانستان در قالب سازمان پیمان امنیتی جمعی رزمایش نظامی مشترک داشته باشند. در بیانیه ریاست جمهوری تاجیکستان از دیدار امامعلی رحمان با سرگی نارشکین که روز سه‌شنبه اول قوس انجام شده، آمده است بر اهمیت تقویت بیشتر همکاری‌ها در راستای مبارزه مشترک با تروریسم، افراط‌گرایی و جرایم سازمانی یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر و اسلحه، جرایم سایبری و سایر تهدیدات ملی تاکید شد. در این بیانیه همچنین آمده است که طرفین درباره هماهنگی بیشتر برای مقابله با تهدیدات موجود از جمله موارد مربوط به گسترش ایدئولوژی رادیکالیسم مذهبی بحث و گفتگو کردند. ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید در این گفتگو مشکل افغانستان در مرکز توجه قرار داشت. طلحه محمود، وزیر ایالات و مناطق مرزی پاکستان، از آغاز طرح ثبت نام پناهجویان افغانستان خبر داد. پاکستان قصد دارد با آغاز این برنامه اطلاعات کامل پناهجویان ثبت شده و ثبت نشده افغانستان و همچنین آنهایی که به افغانستان برگشته‌اند را جمع‌آوری کند. با گزارش رادیو ملی پاکستان، آقای محمود روز دوشنبه 30 اکتبر در جلسه مجلس ملی این کشور گفت که در حال حاضر حدود 1.3 میلیون پناهجو و مهاجر افغان در پاکستان ثبت نام شدند. باید افزود که در کمپاین جدید ثبت نام اعضای خانواده‌های پناهجویان افغانستان نیز نوشته خواهد شد. به گفته این مقام پاکستانی، بیش از 136,000 نفر از اعضای خانواده کسانی که ثبت نام شدند فاقد مدرک هستند. او گفت که اگر این افراد بر اساس معیارهای تعیین شده واجد شرایط ثبت نام باشند، تعداد پناهندگان افغان ثبت نام شده در این کشور افزایش خواهد یافت. این وزیر پاکستانی گفت دولت آنها برنامه‌ای دارد تا از تعداد افغان‌ها در پاکستان و آن از افغان‌هایی که به کشور خود بازگشتند
اطلاعات به دست بیاورد. وزارت امور مهاجرین طالبان میگوید که در ماه‌های اخیر هزاران افغان از پاکستان به کشورشان بازگشتند، اما آمار دقیقی در این زمینه نشر نکرده است. طبق گزارش‌ها صدها هزار شهروند افغانستان پس از تسلط طالبان کشور را ترک کردند و تعداد زیاد از آنها به کشورهای همسایه به خصوص پاکستان رفتند. دولت پاکستان در حال است ثبت نام افغان‌های بدون مدرک خبر می‌دهد که در ماه‌های اخیر صدها تن از شهروندان افغانستان توسط پلیس پاکستان به دلیل نداشتن اسناد قانونی بازداشت شدند. از سوی دیگر تصاویر زیاد از بدرفتاری پلیس پاکستان با پناهجویان افغان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. شاگردان هانس دیتر فلیک در نخستین دیدارشان در جام جهانی 2022 فوتبال قطر در برابر تیم ملی فوتبال ژاپن شکست خوردند. در این دیدار که شام چهارشنبه 23 نوامبر در ورزشگاه بین‌المللی خلیفه برگزار شد، ژاپن 2-1 پیروز شد. نیمه نخستین دیدار با تک گل ایلکای گوندواگان به نفع آلمان پایان یافت. در نیمه مربیان بازی تا دقیقه 74 1-0 به نفع آلمان بود، اما در دقیقه 75 بازی ریتسو دوان دروازه مانوئل نویر را باز کرد تا نتیجه بازی مساوی شود. در ادامه دوباره ژاپن صاحب موقعیت شد و تاکامو آسانو دروازه آلمان را برای بار دوم باز کرد تا این دیدار 2-1 به نفع شاگردان هاجیمه موریاسو پایان یابد. در جریان 4 روز از آغاز مسابقات جام جهانی این دومین دیدار است که یک تیم آسیایی تیم قدرتمند را شکست می‌دهد. روز گذشته تیم ملی فوتبال عربستان سعودی با نتیجه مشابه آرژانتین را شکست داد. در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر تا یک ساعت دیگر اسپانیا در برابر کاستاریکا بازی خواهد کرد.